یعنی مخفی نباشه قدم چند متر همین حال شما با ضرور میبراته من گوش کنید نام تو چی بود عبدالرحمن نه یه بچه مرا گوش کنید اوی سالی دهانتون به نگاه کده گپ بزنید بخشش عذر سلام علیکم من زبانو خیلی شما کارتون نظمی یکان طرف خانه باش işte شوده شب روز فقط شما از سرتون کلام شد چی بود؟ چکر رو داد منه؟ ما رفتن شفیور من شفیور شما؟ رولی طرف شما تصور کردن است رول در این طرف اکو رولی هر که رولا کنده سلامت باشید شما فرقش چی های کسلی می ایش کمتر می برادران گفتن آمد که شخصانی که گرانیت گذشتن میخوان برادری بوغارینوگ اکای بخکی طولی چند قدرش خدشمکوی داریم و بسیار اوضاع هسته که در گرانیت 3-4 روز میمونن نه برادر 100% باور قطعی نمیورد زنگ بزنه اینا می کانال مهرو پرو گپ زنه حتما با شما هم سکیت که میکنن هم میرین حجتاتون 100% تیار میکنین به یگان کمودی میوین. برنامه نوبتی 10 شرط رو تقدیم شما میگردونیم و این لحظه مهمانی برنامه ما هستند یکی از چهره های شناخته حج و هنرپیشه تئاتر استودیوی مشهور و آوازه‌دار خندین کمان علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان قهرمان یاروف خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید برادر عزیز. یکی از هنرمندان قد بلند و بزبله هم بزبله هم با قوت. اگر مخفی نباشد قدتون چند متر؟ مخفی نباشه قدم چند متر؟ همین حال شما با ضرور میبراته؟ مخلصان بسیار میخوانند که همینو دانن. اگر خیلی شما دانستنی خواهید مخلصان دانستنی خواهند خیلی چین کنید قدم من یک راست بستم من چین کنید با ما متر نداریم مخلصان عزیز با وجب وجب من 25 سانتی متر مایده بود است میرویم رفتیم باشه همین قد چین کنید باشه قد چین کنید یک دیگه کار نرفته شما 2 3 4 تاشین 1 متر میشود 5 بس 2 سانتی متر 5 سانتی متر دیگه 1 و 30 من گوش کنید نام تو چی بود عبدالرحمن این برنامه تو من قدم چین کرده و قدم من هیچ کی نمیدونه سال چند بودن شما همه مخلصان گفته دادید سری شما فاش شد سری من فاش کردید گردید پوچه پوچتون اینجا من رفتنه التماس اکر قهرمان خواهش میکنیم مخلصان بسیار میخواستن که همین سوال رو دانن از همین خاطر شما از ما خفه نشوید مثل اکر مقیم جان قطعه های ما را هر طرف پاش ندیدو نه من پاش نمیتونم ما با شما شرط های آسان مونده من پاش نمیتونم باش میتونم باشه گپ زنید و اگر که شما از همین شرط های ما رو پورا اجرا کردید از جانب برنامه ما به شما 200 سومانی تحفه کرده می شود اینش گپ دیگه این گپ دیگه گپ همین سکر بله امیدوار باشید مرا شروع میکنیم برنامه رو رفتیم این فرقش نه فرقش نه همین سر کنیم چی ابو چی بسیم اینم نکی نهست نه من مخوشید با لهجه خوجندی با یگان هنرمندی مشهوری بانو اظهار محبت کنید با لهجه خوجندچه بله یک تا اظهار محبت خوجندچه شود خواهد چکا کردیم منیجه به من اظهار محبت میکنم با لهجه خوجنده منیجه گروه عرب شو بله گروه عرب شو شما هم مشیار و شوهر ندارد شما هم مشیار بوده شو کنی داری گیره شفا نداری فکر کنم پیش من بخیر کپ نزد ما با یه دوست میدارم سلام علیکم من زبانو کارتون نظمی زیق نشده گشتید می ما آمدگی دوشنبه با پگوفو میخوریم یکان طرف خانه باش işte شوده
شب در روز فقط شما با طرفخانه شو در همون قذفی شو در خیلی ما همین شب روز ما فقط نیست خیلی پاگم من البته شما با زنگ میزنم جگرچه من رشک کردم چی براش میکنی؟ منیجر من با مقول خیلی شما دیگه منیجر یابید و خیلی همون منیجر با من مقول ما در یک برنامه وعده کرد که اگر من همین سال زن نگیرم سال آینده حتما مرا میگیرد نه خیلی کار نکنید تو نمیشه بودم از ذهن نکنید سلامت باشید من منیجر رو با شما میبخشم اگر راضی شود بخشید مرا ما شرط دیون رو میبینیم همین شرطا تو نکن رفتم میگرفت از یک طرف که کنم تمام میشه این چی میرسه نامی سه معشوقتون رو معشوقه سابقتان رو سابقتان رو چی گویید گفتید اینجا نمیترسه اکی از زنتون نه من نمیترسم و تو حرمت میکنم بعد از برنامه یکی فیرات کند یا که شب در بیرون مونه چی؟ خیلی چی میگم ولی همش برنامه بود میگم همش اثبات کرده دلیل کرده بیتیم خیلی نمیکنم مرا یکم میسره مهیا رانا مقدس سرویناز مدینه تخمینه سرایا نزاکت شرافت دلداره نفیسه نرگسه شما من چی معشوقه داشته؟ اینو اگر گفته شدم که این برنامه تان شما وای میشه من توپگای روز گفتم در بیا شرط دیگر رو میبینیم شما من چه عروس باز بوده؟ نه من عروس باز نه عروسا من عروسا مرتگ باز عروسا شما را دیوژن مرتگ باز میکنه در یک دقیقه دو تا پفک رو کفانه بله دم کردن باید که با دست نیو با آنمون نفس سوزن نه سوزن با نفس میبرد از اجرایش خیلی حرکت میکنیم باید اجراش برای من اما با شما کمک میکنیم برنامه شما نکی میرویم 1 2 3 شما من چه چکان بوده ایده من فکرم بالون پاییز دم کرده و مختر از سرتون کلام شد بله بامبا کفید اکنی کفید خیلی زود باشد که شما این خودشون خورد لیکن معلوم که شما با فیلم بالون پاییز دم کرده و مختر انمون نمیشه با نفس اینش به نفس تمام شده برادر زده تمام اون وقت هست هست 20 ثانیه دیگه قفو گردن خیریت تمام شده بله سلامت باشه زنده باشه اگر من میدونستم که همین خیلی چیو برنامه شما میبود من روزی نمیموندم من بیکار وای کردید و خیلی میدونستم نمیموندم بخواه با خودی مخلصان کوشش میکند که شرط رو اجرا کنه خیلی نفس گردش خون تپش دل گردش خون مرا ما شرط دیگر رو میبینیم خیلی شرطای شما بودم میترسدم این شرطای شما وای نفکت فرق بود از بایگان وای شتنگ برا نباید بود تا که یک لحظه نقشی راننده ماشین رو اجرا کنید یک لحظه که من شوفر میشد بله یک لحظه شما شفیار ماشین میشوید شفیار ماشین میشم شما ماشین من بشتگی هم میکنه هر دویمون در ماشین رفته استیم رفتیم من ماشم این منظرهای زیبایی بینه این خشوگی این طبیعت بینه اینجا بینه خشوگی شده گیرت های ماشین نمونه گیرت اینجا بچه که بچه تکبه گیرت شما چی رو رونده ایستاده رول در دست منو؟ چکر رول در دست منه؟ ما رفته شفیار من شفیار شما؟ رولی طرف شما تصور کرده ایستاده رول در این طرف اکو رولی هر که رولا کنده سلامت باشه بیا شرط دیگر رو میبینیم نه ترسید تخم نیست این لیمون است این لیمون حقانی من چه کلام بوده است کلام است کلام است من بفرمایید
شما باید که همین لیمون رو استعمال کنید با همین پوست و پچاق دانه. اینا خونم رو استعمال کنم. نه همینجا در نزد مخلصان من در نزد کامرا ضرر نداره داخل بر سلام دولینتون شور خونتون بلند. اگه یکان ضرر شد بالا به شما میمونه با. ما با یاری تجلی زنگ میزنیم. اینجا دوشنبه زود اومدن میرسن. خیر رفتیم رو باشه. مرحمت. شیرین ها فکرم شیرین. تمام همین قدر زورتان رسید. اینا چگونه زورم رسیدگیش همین. این قدر روی ما کرده نام یک 15-20 معشوقتون رو گرفته دو یک لیمون خورده نمیتونید از عهده اونو چخیل میبرید. اوکی و معشوقه اوکی تروش نه لیمون معشوقه شیرین داخل لیمون نمیخورونه داخل معشوقات تروش نه بگم معشوقه شیرین. سلامت باشید. به هر صورت من دیگه برده من خوجم برده اون برده خوجم به قطعی باشه نمیتون میخوام. سلامت باشید. بیا شرط دیگر رو میبینیم. این شرط شما ادا نمیشدیم امروز. 10 شرط. 10 شرط. با چه با آواز سه پرنده دوست داشتون تقلید کنید خیلی پرنده. من که قهرمان با آواز سه پرنده کوشش میکنم که تقلید کنم مخلصان عزیز. سه پرنده گفته برادر من همین پرنده هم دوست می‌داشتم که همین زاغ الهه زاغ سیاه میگن که چهارمغز بسیار میارد به فکر من و زاغ خانگی دارید به فکر من و چهارمغز آدم با فایدهش هست میارد. برای همین اینجا من قطعی می‌وای آوردگی من این چیزی که دستم میپوشم بعد همون این زاغ نقشش اجرا میکنه. زاغ شما بکسیار هست؟ نه من یک بار میبینم که زاغ باز پرچتکی بکسیاری میپوشیده است. نه چی بگم قناتی بزرگ. رفتیم می؟ زاغ همینجا زاغش هم کرد نکی. زاغ بسیار پرنده گنده است. پرنده گنده برای همون اثبات کردیم ده با شما شونده زدین. میبخشید برادر که یک بار شد. زاغ بکسیار مخلصان عزیز. خیلی میخوای. دویمش هم وای نمیکنه داخل چی نمیکنم؟ آواز دویمی پرنده پرچتکی نمیپوشه. نه وایس هم. وایش بکسیار نه آخه. نه وایش. میریم. آوازی همون هندوک مرغ مرجان کسلی و فکرم شکمدر چیدگی. ایش شما با فرقش چی وای کسلی می ایش کمدر می آواز فهمیده و شنیده شده یه؟ میشود زنده باشید. مرا آزی نباشد من یک دیدگاش که با میزنه اینجا اکن همین شرطایی من با معقول نبیدگی من با اینجا خانوسات خیلی از داشت برامده کرسادم همه به شما شکر کنیدم با باشه این کسل وای ساعت سلامت باشید. مرحمت. شرط دیگر ای شرط قهرمان شما هم انچه شو خوده کم شده بولاشچی خوجانچه روی برنامه رو جنجال کنه یعنی که زنید می اون چی گفته است اینجا نه زنید تیموز نه جنجال همه جنجال دیگر چیز است جنگ دیگر چیز است. چون که دوستی شما گم نزنی گم دینی خودتون رو جای موندید اینجا پیش من باید چیزی گفته شما یا بچه مرا گوش کنید اوی سالی دهانتون رو نگاه کرده گاب زنید فهمیدید دهان رو نگاه کرده میشه برای من دهان شما رو نگاه میکنم گم نزنید فهمیدید می؟ ساز گاب زنید وقتی چیزی گفت این خودش یه مونیدی همین قطعی برنامهتون معقول نشد برنامه شرطه احسان موندیم که با شما خیلی لحظه میگوید فهم میگوید خیلی چون که دوستش شما خیلی نکنید شما لحظه همین بود مرحمت شرط دیگر رو میبینیم همین روز من از ذکر کردید شما شرطات وقتی اوه نه با آواز سه حیوان تقلید کنید با آواز سه حیوان خانگی است وحشی است فرق نداره فرق نداره خیلی رفتیم باشه
حیوانی که بسیار دوست می‌دارید با آنها مانند بودن می‌خواهید. نه شما چی گفت سعادت فعل ما آورده خیلی گم نظره تو خیر این خودش میدونید من با این کی توفا کردگی حبیب نورمگامدov خودی دوستم من با توفا فرستندگی کانور نه آخه ها؟ نه حبیب حبیب هم به سوسوس گرزنی نقطه بخشش عذر خیلی سه تا حیوان خانگی گفتید خیر رفتین یکم. خیلی حرکت میکنم از دو دست برایم یکی نمیدونم کنم یکم با این همون بزی کرمجیگر با همین که کجا گفتی با بزی کرمجیگر میدونه نه کسالی خیلی هم کسلی رو که خیلی نکنید بابا فعلا میگو بعد تزیق میشم خیلی نکنید دویوم آنا این برزگو شوخ نزنه نشناختید این بقای بقای کنجورخه بقای شاختوری کنجورا شوخ تا نیست که از قریب زدگی بدم کوخی یه بقای کلبقه میشود زوتی شوخ نداره شما را کلبکا مکولا چی خیلی نه ما نه کلبقه نه شوخ داره سه موز سه موز این خریپیره که از هم چی موندگی از جوخوری موندگی نه یک هفته در یک جا طاوله کردگی دیگر نه زمین جاش عوض کردگی نه زمین نیست داشت شوت کنی به کار میبره هر وقتی که هم سوی باشم ببینن هم خیلی التماس میکند که اومده من به دیگر جا برده طاوله که آبتی ها نمیدونم کجا برم چرا سلامت باشه من شرط دیگر رو میبینیم وقتش به خوب خدمت کردگی از که پیر شدگی بعد بیچاره وای بیزار وای بیچاره خرید بله یک لطیفه شوخ کنه خیلی یک لطیفه شوخ لطیفه کن نه که شما باید الان لطیفه که من میگم باید خندید اگر من میخندم شنید اگر با همین اگر جالب هم نباشد من مجبور میخندم با خاطر اون که شما خرسان شوید مجبور میشیم خلای کنید خندید مجبور خنده میکنم میشه یک اویلا بعد زنک همین آش پخته نزد شوهرش با آورده مونده است بعد همین شوهر هر باره که همین آش همین خیلی دست کته آش دست کته خورد شیرینده خیلی خوش یا شما دست خوش کته میخورید نه با دست میخورید با دست پچونده همین مرده که اولانگی گفتیم دست کته میخورد است بعد همین هر بار که همین آش همین خیلی کرده با من خیلی داشته خیلی روانش خیلی میره کن ملیسش بخونه نه میرسه همین خیلی میداره هر بار همیشه تو چیکار داشته یک بار پیشونش به میمالست بعد میخورد با همیشه میکرد با پیشونش میمالست بعد میخورد بعد زنه گفت که اون مرد گفت من شما نفهمیدم شما چیکار کردید آخه هر بار که اوشا میگیرید یا با پیشونتون به میمالید بعد اوشا میخورید گفت بابا مرد که گفت آخه ما زنه گفت آخه پیشونی من شور گفت این اوش پختگی تو نمکش کم برای همین هر باری که گرفتم من پیشانی با باول خورد دادم که نمکش رسوا شد. من پیشانیشو برای چی مو نداره. برای هر باری گرفته که همین نمکش رسوا شد گفته. سلامت باشه. من شرط اخیران رو میبینیم. این خیریته. تعریف تمام کردیم من. این از چی باشه آدم میترسم که یک سرود حجوی سر اگر باز یک تا خوجانچه باشد باز خوب. خوجانچه؟ همه ما همش خوجانچه سرودیم. حالا اینجا اومده که نه اینجا یاد میگیریم. tak یک چی میگم یک همون پارچه که همون صحنه ها چی شدگی بعد اونجا من کمتر سرود خوندگی اونجا چی شدگی من مول دکتر شدگی ده ویترینر شدگی دکتر مول بعد میگه سرود خوانم میدارم من دوستانم مول دکتر میبینم از پشتر هر روز را بیدار بازم میزاجانم قطار پر اومد است به یک شاخ بقه شد است بطور لاخ خرگوشکی یک پایه از یک پایش نیسایه با تبودبتی خودم عمرشان کنم دراز شما بایتور شده ده؟ بایتور شدیم حافظ شدیم همه شدیم ما همه کاره سلامت باشید و تشکر میگیم به شما خیریت همون کده بله که
با شرط های ما طاقت کرده، اجرا کرده به خاطر مخلصان. بار دیگر با استودیوی ما به شهر دوشنبه خوش آمده. سلامت باشم. و در آخر به مخلصان برنامه ما چی گفتن یاد دارید؟ و مخلصان برنامه شما گفتنی هم که فقط تنصیحت باشند، خانقباد باشند، بگذار از لبانشان خنده دور نباشد، با همین برنامه های شمایان باشند و همیشه خندن و باز خندن. سلامت باشه. بار دیگر خوش آمده. بینندگان عزیز، مهمانی برنامه 10 شرط بودند. هنرپیشه تئاتر استودیوی آوازه‌دار خندین کمان از شهر باستانی خوجند، قهرمان یارف. خیر تا برنامه های دیگر سلامت و موفق باشید. برادرها، این یک کانال موندگیم، کانال حکیم تیوی. هر نوع ویدیوهای جالبی که در فرانسه یک زندگی میکنه بینیکوید یک چیزای خوبه که میپرتوه. همین کانال فقط پادپیسا کردگیم تماشا میکنین، بهترین نوارو داره. یک گربه دارین تماشا کنین، پادپیسا کنین، بهترین کار میشه. هزار رحمت برای دستگیریتون.